اینجا آن لایف و خوشحالیم که ما رو تماشا میکنید. من شهرام پیروزه، فاندر یا بنیانگذار مجموعه آن لایف هستم. آن لایف مسیر همراه حامیه، یک مجموعه روانشناسی که دغدغش توسعه علمی مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی که اگه بلد باشیم خیلی راحت‌تر از پس چالش‌های زندگی برمیان. ازتون دعوت میکنم در ادامه این ویدیو همراه من باشید تا با تلاش‌های یک تیم اجرایی که دغدغش توسعه فکری جامعه است بیشتر آشنا بشید. تیم آن لایف در حال حاضر از تعدادی جوون پر انرژی و متخصص تشکیل شده که هر کدوم تو کار خودشون حرفای زیادی برای گفتن دارن. ما تأکید زیادی روی این مسئله داریم که هر تخصصی به متخصص و اهل فن خودش نیاز داره. در نتیجه برای انجام هرچه سعی‌تر و کارآمدتر اهداف و برنامه‌هامون تو مجموعه آن لایف از یک متخصص دعوت کردیم که همراهمون باشه. ما میدونستیم استفاده از خدمات روانشناسی و تراپی توی جامعه ما رواج چندانی نداره. به همین دلیل با جذب سرمایه از سرمایه گذارها و نهادهای مختلفی که تمایل داشتن تو راستای مسئولیت اجتماعیشون کاری انجام بدن، تو این مسیر سخت شروع به کار کردیم. در نتیجه بعد از مصاحبه‌های پرتعداد با مشاوران و روانشناسان متعدد، گروهی از مشاوران رو دور هم جمع کردیم و تصمیم گرفتیم با برگزاری وبینارهای آنلاین هفتگی آموزش مهارت‌های زندگی به مخاطبینمون رو شروع کنیم. آن لایف رویاهای زیادی توی سر داره که همه این رویاها به حال مخاطبینش گره خورده. ما برای اینکه بیشتر شناخته بشیم نیاز داریم که تو رسانه‌های مختلفی حضور داشته باشیم تا مردم بتونن با ما ارتباط مستقیم بگیرن و یک زندگی بهتری رو برای خودشون متصور بشن. یکی دیگه از اقدامات ما در آن لایف برگزاری لایف های پرسش و پاسخ با دعوت از روانشناسان، بلاگرها، نویسندگان، پژوهشگران و متخصصین سایر حوزه ها بود که بتونیم از نزدیک با مخاطبمون ارتباط برقرار کنیم و هر سوال یا دغدغه‌ای دارن رو پاسخ بدیم. وسواس ما در زمینه کیفیت تولید محتوای تصویری و ویدیویی چیزیه که باعث شده تا امروز بیش از 4,700,000 نفر از این محتوا دیدن کنن و با محتوای ارائه شده ارتباط برقرار کنن. این اعداد طبیعتاً ثابت نمیمونن، اما ما را هر لحظه از ادامه مسیری که باید طی کنیم مطمئن‌تر میکنن. حضور و فعالیت ما توی شبکه‌های اجتماعی برامون بسیار اهمیت داره. ما باور داریم محتوای تصویری و نوشتاری که به مخاطب ارائه می‌کنیم باید به شعور مخاطب احترام بذاره و به مخاطب یک چیزی رو اضافه کنه. از همین رو تمامی محتواهای ما خاستگاه علمی دارن و تحت نظارت یک تیم از روانشناسان مجرب این سرزمین داریم برای مخاطبامون محتوا تولید می‌کنیم. ما تا امروز موفق شدیم بیشتر از 3000 محتوای علمی و آموزشی و تخصصی منتشر کنیم. خبر ویژه چیه؟ خبر ویژه اینه که ما و همکارانمون در مجموعه آن لایف برای آشتی دادن مردم با اتاق مشاوره و ترویج فرهنگ مشاوره گرفتن مثل وبینارهامون تصمیم گرفتیم تا یک برنامه در طول هفته اجرا بکنیم. این برنامه اتاق درمان واقعی شبیه سازی شده است
که مخاطبین آنلاینمون میتونن در انتهای جلسه از روانشناس حاضر سوالاتشون رو بپرسن و به این ترتیب بهتر در پروسه آموزش و درمان قرار بگیرن. توی بررسی هایی که در 3 ماه اخیر روی صفحه اینستاگرام آنلایف داشتیم، ما متوجه شدیم که نرخ مشارکت بیشتر در مخاطبین آنلایف در روزهای سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه بوده. و اتفاق خوب دیگه ای که در صفحه ما افتاده، متوجه شدیم که به صورت میانگین ما روزانه بین 50 تا 60 نفر به مخاطبینمون اضافه شده. طی کمتر از 2 سال اخیر ما موفق شدیم که 68 تا ایونت تو حوزه مهارت‌های زندگی برگزار کنیم و موفق شدیم چیزی بالغ بر 20,000 ثبت نام توی این 68 ایونت بگیریم و شاید جالبتر باشه براتون بدونید که چیزی حدود 10,781 نفر توی این ایونت های آموزشی ما شرکت کردن و حضور داشتن. یعنی ما موفق شدیم به 10,781 نفر آموزش مستقیم بدیم. ما تو مجموعه آنلایف تا امروز میزبان بیش از 70 مشاور و روانشناس متخصص بودیم که تونستیم با همراهی این اساتید روی بیش از 60 مهارت کار کنیم و اونها رو به مردم آموزش بدیم. من فکر می‌کنم آنلایف مسیرش رو پیدا کرده. چه چیزی بهتر از این که تمام هم و غمت بهتر کردن حال دیگری باشه؟ من باور دارم آنلایف هست تا دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنه. آنلایف فرمول خوب زندگی کردن دیگه، بهت یاد میده چجوری یه زندگی بهتر داشته باشی. من میگم آنلایف هست تا مراقب احوال من و تو باشه، اما نه فقط یک مراقب، کسی که برای حال من و تو داره تلاش و کار عملی انجام میده. خیلی خوب جلو رفتیم، خیلی حالمون خوبه، ولی با این حال معتقدیم این تازه شروع ماجراست. بالای 10,000 نفر آموزش مستقیم و میلیون ها فیدبک مثبت همراهی با یک تیم حرفه‌ای و متخصص و تعامل با مردم جزو دلایلیه که باعث میشه یک تیم به مسیرش ادامه بده. ما توی آنلایف باور داریم که داریم برای مردم کشورمون تلاش میکنیم و میخوایم کمک بکنیم که حالشون بهتر بشه. این باور ماست و این شروع ماجراست.